روز یکشنبه 5 مارس سال 2023 تقریبا ساعت 13:33 دقیقه در کیلومتر 115 شهرهای دوشنبه خوجند در موضع پته نویه عینی صدمه رخ داد که این یگانه روی بین شمال و مرکز تاجیکستان را به مدت بیش از 8 ساعت مسدود کرد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، یک ماشین پر از گاز مایع که تحت اداره یک ساکن دوشنبه قرار داشت، هنگام حرکت از جانب خوجند به طرف دوشنبه از عهده اداره واسطه نقلیات برآمدن نتوانست و ماشین به کنار راه برآمده چپ شده است. خود راننده آسیب ندیده است، ولی به خاطر بی‌خطری به سبب وجود خطر ترکیدن گاز حرکت نقلیات را توسط این شورا تا زمانی به ماشین دیگر بر کردن تمام گاز مایع منع کردند. به جای حادثه نجات بخشان از بخش وادی زرافشان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده آمده به کارهای بی‌ضررگردانی پرداختند. گفته میشود تنها ساعت 21:50 یعنی بعد 8 ساعت میسر شده است که گاز مایع را از ماشین چپ شده به ماشین دیگر گازکش انتقال دهند و بعد این راه را باز کرده برای وای نقلیات اجازه دادند. باز شدن شورای دوشنبه خوجند چنوق را شرکت آیرس که مسئولیت نگهبین این یگانه راه زمینی بین ولایت سوخت و باقی قلمرو تاجیکستان نیز تصدیق کرده است.